نفوذ مؤسسه عالی تعلیمی کشور را مؤسسه رده‌بندی مؤسسه‌های تحصیلات عالی های ادویکیشن رانکینگ شورای صفت و ارزیابی تحصیلات عالی که قرارگاهش در ترکیه می باشد، پس از سنجش و تحلیل های سمت های گوناگون فعالیت 422 مؤسسه عالی تعلیمی 55 دولت جهان ترتیب داده است. بهادهی رده‌بندی از روی 25 سمت فعالیت دانشگاه از جمله صفت تعلیم، همکاری بین المللی، اقتدار علمی، اداره کنی، استواری، مسئولیت اجتماعی، نوآوری، اکریدیتاسیون بین المللی، تبادل اکادمی دانشجویان و استادان، اجرای نقشه قبول داوطلبان، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، فضای مساعد برای انجام کارهای علمی، آموزش و تعلیم زبانهای خارجی، دسترسی به تحصیلات رایگان، کوتای پرزیدنتی، معیوبان و دختران سنجیده شده، هر یک معیار با خلهای معین بها داده شده است. امروز همه آموزگاران و کارمندان دانشگاه موظف گردند که درس‌های لکسیونی خود را طریق شبکه‌های اجتماعی مجازی کنند که این باشد یکی از سمت‌های اساسی رقمی کنونی معارف می باشد که در عرصه بین المللی بهاگذاری اساسی از نگاه کسبی به همین سمت روانه گردیده است و این هم باشد از طرف مؤسسه رده‌بندی زیر توجه خاصه قرار داده شده است که یکی از خالهای معین بلندترین رو دانشگاه محض از همین حساب صاحب گردیده است. باید گفت که در تاریخ صاحب استقلالی در بین مؤسسه‌های تحصیلات عالی جمهوری تاجیکستان باری نخست یکی از دانشگاه‌های مملکت صاحب خال بلند در این رده‌بندی گردیده به دهگانه بهترین مؤسسه‌های عالی تعلیمی جهان وارد شد. یعنی این یکی از دستاوردهای بزرگ ساحه معارف در تاجیکستان می باشد. دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان توانست که با پیشنهاد نمودن دستاورد اقتدار موجوده از حساب دکتران، پروفسوران و همه دستاوردها در تمام سمت‌های در دانشگاه فعالیت کننده در زینه هشتم قرار گرفته باشد. یادآور می‌شویم که در این رده‌بندی مؤسسه‌های تحصیلات عالی دولت‌های گوناگون دنیا از جمله کشورهای اروپایی، ترکیه، کانادا، عربستان سعودی، کره جنوبی، تایلند، امارات متحده عرب، مصر، آفریقای جنوبی، کشورهای آسیای مرکزی و دیگر دولت‌ها وارد شدند. باید گفت که افزایش دستاوردها در ساحه معارف نتیجه توجه حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نسبت به این ساحه میباشد.